سلام و دروی بی‌پایان نثار شما باد خوانندگان عزیز و مهمانان گرامی قدر. همه شما را با چاره‌بینی فرهنگی اما که به جشن گرفتن روز نوروز مفروض میباشند خوش آمدید میگوییم. جشن فرخنده خجسته نوروز برای مردمان ایرانی و نژاد و خاصتا برای تاجیکان رمز بیداری طبیعت، شکوفایی و رمز جوانی و عالم آدم است. سالی که زیباست از بهارش معلوم است و برنامه ما هم از اثرهای شما وابستگی دارد. برای خوشایندترین برنامه یک تصویر کنید. نوروز شده جمله جهان گشت معطر از بوی گل و سبزه و ریحان و صنوبر. جشن نوروز در نزد مردمان ایرانی تبار پیروزی نور و تاریکی، گرمی و سردی، خوبی و بدی و جمالی و پیری. نوروز جشن آمدن بهار، عید تکاپو و جنبش زیبایی حیوان، زایش و رویش دوباره طبیعت میباشد. جشن نوروز و بسیار مراسم و آداب سال نو در دوران سامانیا احیا گردیده. حتی از دوران شکوفایی فرهنگ ایرانی دوران ساسانی بیشتر انتشار یافته بود و در اول برنامه تئاتر نامیده شده. مرحمت تماشا کنید. اینک به سرزمین بهشت سای ما فصل فصل ها،
فصلی نکویی و نکوکاری ها، بهاری فیضبار آمده و با خود نفسی تازه نوروز را آورده. نوروزی که با فرارسی آن دلها از نو جوان، چهره ها شکوفان، مردم به آینده درخشان خود با چشم امید می نگرد. دست به دعا می برد که در سرزمینش، خاندانش آرامی و آسایشتگی، سیری و پوری، بخت و سعادت حکم فرما باشد. مرحبا نوروزی عالم افروز، مرحبا. امروز نیکی بر بدی غلبه کرد و ما در جنگ بر ضد دیوان آدمخور پیروز آمدیم. ای موبدان، نوکران، بیرمید به تمام سرزمینی آریان مجازان، فارسی زبانان از شاه جمشید مژده رسانید که من این روز را عید اعلام میکنم. نوروز مبارک باد.